به قسمت دوم آشنایی با ابزارهای نرم افزار فتوشاپ خیلی خوش اومدید. من قبل اینکه آموزش شروع کنم یه سری نکات رو بهتون بگم. اگه قسمت اول این ویدیو رو ندیدین همین الان این ویدیو رو ببندید و این ویدیویی که بالا براتون کارت زدم رو ببینید و بعد از اون مجددا برگردید با ادامه این ویدیو با من همراه باشید. من حمید موسوی هستم، بدون هیچ معطلی وارد نرم افزار فتوشاپ بشید. قبل از شروع آموزش یادتون نره که اگه این کانال هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و کنارش هم آیکون بل یا زنگوله رو هم بزنید. تو ویدیوی قبلی ما تا ابزار اسلایس تول که زیر شاخه ابزار کراپ بود رو توضیح دادیم. بریم سراغ ابزار بعدی که البته کاربرد آنچنانی نداره. ابزار فریم تول هستش که اول از همه میبینید اصلا تنظیمات خاصی در رابطه با این ابزار وجود نداره، فقط یه شکل مربع و دایره در تنظیماتش وجود داره. کاربرد این ابزار هم که همونطور که مشاهده میکنید به این صورت هستش که شما یه قاب ایجاد میکنید و داخل قابتون عکس مورد نظرتون رو میندازین که البته کاربرد این ابزار بیشتر تو نرم افزار این دیزاین هست که بنا به دلایلی فعلا تو نرم افزار فتوشاپ همین ابزار رو مشاهده میکنید. خودتون میتونید با این ابزار کار بکنید و نحوه استفاده از این ابزار رو باهاش آشنا بشید. ابزار بعدی ابزار آیدراپر تول هست یا همون قطره چکونی که تو اصطلاح فارسی ازش استفاده میکنیم. کار این ابزار به این صورتی که شما رنگ مورد نظرتون از قسمتی از عکس که میخواین و میتونین بردارین و توی کارتون از اون رنگ استفاده بکنید. حالا قسمت تنظیماتش رو بهتون توضیح بدم. تنظیمات اولی سامپل سایز هستش. اینو میگه که چه مقدار از میان رنگی از نقطه‌ای که انتخاب میکنید به شما تحویل بده. در حال حاضر به صورت پیش‌فرض رو گزینه پوینت سامپل هست که یعنی شما رو هر پیکسلی که انتخاب کنید دقیقاً رنگ همون پیکسل رو به شما تحویل میده. به غیر از خودش 6 تا گزینه دیگه هم در زیر شاخش وجود داره که به این صورت هست که میگه شما اگه رو نقطه‌ای که کلیک کردید نرم افزار میانگین رنگ اون نقطه‌ای که انتخاب کردین و تعداد پیکسل هایی که در دور اون نقطه‌ای که انتخاب کردین رو بهتون ارائه میده. حالا اگه به عنوان مثال بخوام بهتون توضیح بدم، وقتی رو گزینه پوینت سامپل هست، وقتی من روی این قسمت کلیک بکنم دقیقاً همون رنگی که توی اون پیکسل مورد نظری که من انتخاب کردم رو بهم تحویل میده. و حالا اگه من این گزینه رو بیارم بزنم روی 31/31 اوریج و دوباره روی همون نقطه‌ای که حالا البته دقیق نمیتونم انتخاب کنم ولی اگه نزدیکترین نقطه‌ای که به همون قسمتی که قبلا انتخاب کردم انتخاب بکنم، میبینید که رنگی که به من تحویل داده یه چیزیه که اصلا توی اون پیکسلی که من انتخاب کردم نیست. در واقع میانگین رنگ هایی که در دور اون نقطه‌ای که من انتخاب کردم رو به میانگین داده که سمت راستش مردمک چشم هست سیاهه، خود نقطه هم رنگ قرمزه و در سمت چپش رنگ زرد هست و میبینید به ما یه رنگ نسبتا قهوه‌ای تحویل داده که البته من تو ترمین‌های آینده حتما بهتون توضیح میدم که این گزینه سامپل سایز کجاها به دردمون میخوره و کی نیاز به این داریم که سامپل سایز رو تغییر بدیم. بریم سراغ تنظیمات بعدی این ابزار. گزینه سامپل رو میبینید که رو حالت پیش‌فرض فعلا رو گزینه All Layers قرار داره و البته من الان تمام گزینه‌هایی که داخل این تنظیمات وجود داره رو بهتون توضیح میدم که بعداً براتون سوء تفاهم پیش نیاد که بگید که چرا این ابزار واسه من اصلا کار نمیکنه. چون خودم شاهد این بودم که خیلی از دوستان اومدن گفتن که این ابزار واسه ما توی این نرم افزار فتوشاپ کار نمیکنه و به این دلیل بوده که نمیدونستن از چه تنظیماتی در داخل خود این ابزار دارن استفاده میکنن و فکر میکنن نرم افزارشون باگی داره. من برای اینکه بهتر بتونم بهتون توضیح بدم این عکس دختره رو فعلا بیارم اینجا بذارم کنارش. تنظیمات گزینه سامپل رو میذارم رو کارنت لایر. این یعنی چی؟ یعنی فقط از رو لایه‌ای که من در حال حاضر انتخاب دارم رنگ بردار یا رنگ سامپل کن. و میبینید که وقتی من روی قسمت چشم لایه زیری انتخاب میکنم هیچ رنگی انتخاب نمیشه. اما اگر رو قسمت‌های سبز این عکس انتخاب کنم همونطور که میبینید رنگ سبز رو انتخاب در میاد. پس یه مطلب خیلی ساده است دیگه. بریم گزینه بعدی که گزینه کارنت اند بلو هستش. همونطور که از اسمش پیداست یعنی لایه‌ای که در حال حاضر انتخاب کردی و لایه زیریش. البته من قبلش این نکته رو بهتون بگم که اگه شما 3 الی بیشتر لایه توی کارتون داشته باشین فقط اون لایه‌ای که انتخاب کردین و لایه زیریش رو رنگ سامپل میکنه و دیگه هیچ کاری با لایه‌های بالایی یا پایینی خودش نداره. اما در حال حاضر ما فعلا توی این پروژه 2 تا لایه داریم. همونطور هم که می‌بینید من میتونم آزادانه از هر قسمت از عکسی که دارم با 2 تا لایه‌ای که وجود داره رنگ انتخاب کنم. البته بذارید من بهتر بهتون توضیح بدم که این تنظیم اصلا کجا بیشتر به کار میاد.
این تنظیم بیشتر به خاطر مواقعیه که شما یه لایه خام بیرنگی رو دارید و مشغول انجام کاری هستید که به لایه زیری هم مربوطه. مثلا دارید براش میزنید یا کلون استامپ میزنید، هرچی. این گزینه برای این هستش که لایه در حال حاضرتون بیرنگه و نیاز به این دارید که از لایه زیریش رنگ سمپل کنید. و همونطور هم که میبینید میتونم رنگم انتخاب کنم و با ابزار براش یا قلمو بیام از رنگ مورد نظرم استفاده بکنم، که البته تو ویدیو و تمرینات آینده من حتما بهتون یه راه آسان‌تر در رابطه با کار با این ابزار و ابزار براش رو بهتون توضیح میدم. اما تو این ویدیو ما فعلا داریم هر ابزار رو جداگونه معرفی میکنیم. گزینه All Layers هم که معلومه، یعنی همه لایه ها رو ازش رنگ سمپل کنه. این که براش فرقی نداره چند تا لایه توی پروژه‌تون وجود داره یا کدوم لایه رو فعال کردین یا چند تا لایه ادجاستمنت گذاشتین. چیزی که در حال حاضر توی تصویر پروژه‌تون وجود داره رنگ سمپل میکنه. اما یه نکته در رابطه با دوتا گزینه بعدی وجود داره که آخرشون نوشته نو ادجاستمنت. البته قبل شما باید لایه‌های ادجاستمنت رو بدونید چیا هستن، که همونطور هم که گفتم من در آینده یه ویدیو اختصاصی در رابطه با این موضوع حتما ضبط میکنم. اما اگه در رابطه با لایه‌های ادجاستمنت بخوایم یه توضیح مختصری بدیم، لایه‌هایی هستن که فقط تأثیر رنگی و نوری در لایه‌هاتون ایجاد میکنن و به اصل خود لایه‌تون که به اصطلاح ذات یا ریشه خود اصلی لایه‌تون باشه کاری ندارن. شما در هر زمان که بخواید میتونید خاموش روشنشون بکنید یا تنظیماتش رو عوض بکنید یا حتی حذفشون کنید. به عنوان مثال من اینجا میام یه دونه لایه ادجاستمنت هیو سچوریشن میندازم و کلا رنگ عکسی که در حال حاضر دارم رو دگرگون میکنم، یه چیزی مثل این. حالا اگه من گزینه سمپل رو بیارم بذارم روی All Layers، از هر جای عکس هم که انتخاب بکنم دقیقاً اون رنگی که دارم مشاهده میکنم و بهم تحویل میده. یعنی الان روی این قسمت از چشم که بنفش هست کلیک بکنم دقیقاً رنگ بنفش رو بهم تحویل میده. ولی حالا اگه تنظیمات این بخش رو بیارم بذارم روی All Layers No Adjustment و دوباره روی همون قسمت از چشم کلیک بکنم، میبینید که همون رنگ اصلی خود لایه رو بهم تحویل میده بدون در نظر گرفتن لایه تأثیری هیو سچوریشنی که من در حال حاضر ساختم. پس این نکات رو حتما به خوبی در ذهن داشته باشید تا بعداً این سوال براتون پیش نیاد که چرا ابزار آیدراپر من به درستی عمل نمیکنه. گزینه بعدی هم که Current and Below No Adjustments هستش هم فکر نکنم دیگه نیازی به توضیح داشته باشه با این همه توضیحی که دادم. پس بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار بعدی اون ابزار 3D Material Eyedropper Tool هستش که مربوط به بخش سه‌بعدی نرم افزار میشه و چون فعلا ما با این بخش کاری نداریم ازش رد میشیم. ابزار بعدی Color Sampler Tool هست. این ابزار بیشتر حالت راهنما رو داره و فقط اطلاعات رنگی در رابطه با اون نقاطی که کلیک میکنید رو بهتون میده، که حالا بسته به نوع رنگی کارتون توی اون نقاط و نسبت به سواد بصری که از رنگ ها دارید این اطلاعات میتونه کمکتون کنه. ابزار بعدی ابزار رولر تول هست، ابزار خطکش هست که خود من به شخصه نمیدونم این ابزار بیشتر کجا به کاربرد داره. میتونید خطکش مورد نظرتون رو بذارید، از روش با براش طراحی بکنید که به شخصه تا حالا خودم ازش استفاده نکردم و برای اولین بار هستش که توی این آموزش فقط برام به عنوان معرفی ازش استفاده میکنم. خودتون میتونید برید با این ابزار کار بکنید و ببینید که چجوری هست. همونطور هم که مشاهده میکنید تنظیمات آنچنان خاصی در رابطه با این ابزار وجود نداره. خود من به شخصه واسه استفاده از خطکش از این نوار ویو گزینه رولرز رو که کلیک میکنم، قسمت بالا و قسمت چپ محیط کاری من یه نوار خطکش اضافه میشه که با استفاده از اون میتونم خطکش گذاری کنم و در کارم ازشون استفاده بکنم. ابزار بعدی اون ابزار نوت تول هستش، واسه یادداشت گذاری هستش که راستش رو بخواید بازم برای اولین باره که از این ابزار من خودم دارم استفاده میکنم، اونم در جهت معرفی آموزش توی این ویدیو و راستش رو بخواید اصلا نمیدونم که چرا این ابزار وجود داره. با استفاده از این ابزار که همونطور هم که اسمش رو خودش هست میتونید یادداشت‌هایی در رابطه با کاری که دارید انجام میدید رو توی نرم افزار و پروژه‌تون بذارین و ازشون استفاده بکنید. تنظیمات خاصی هم نداره. پس میریم سراغ ابزار بعدی. البته اینجور که من میبینم فکر کنم برای از ابزار بعدی هم عبور بکنیم. ابزار کانت تول هستش، ابزار شماره گذاری که البته فکر کنم به درد این پلیسای فدرال که صحنه جرم رو شماره گذاری میکنن، اینه تو این فیلم‌ها دیگه. تنظیمات مربوط به این ابزار هم چیز خاصی نیست. شما میتونید گروه بندی کنید، لایه بندی بکنید، رنگش رو عوض کنید، بگید که با چه ضخامتی باشه، از چه شماره شروع بشه و از این قبیل تنظیمات روتین. و بیایید که از این ابزار هم رد شیم بریم سراغ ابزار بعدی. خب
توی این قسمت من قبل از اینکه ابزار اسپات هیلینگ براش تول رو بهتون معرفی بکنم، میخوام اول خود ابزار براش رو بهتون معرفی بکنم تا تنظیمات مربوط به این قسمت رو بشناسید و بعد بریم سراغ ابزارهایی که کلا تنظیمات مربوط به براش داره تا چند بار کاری نشه. پس اول میایم ابزار براش یا همون قلمو رو بهتون معرفی میکنم. با استفاده از این ابزار شما میتونید کارهایی که مربوط به براشینگ پروژهتون میشه رو انجام بدین، مثل سایه زنی یا اضافه کردن یه سری المنت به پروژهتون و یا حتی کشیدن نقاشی دیجیتالی و یا کلا هر کاری که مربوط به براشینگ میشه. مثل میمونه که خدای قلم ها رو دادن دستتون و شما فقط نیاز دارید که ازشون استفاده بکنید. تو اولین تنظیمات مربوط به این ابزار شما میتونید سایز قلمتون رو تنظیم بکنید، میزان سختی یا هاردنسش رو تنظیم بکنید، به قلمتون حالت کالیگرافی بدید، ضخامتش رو کم و زیاد بکنید، زاویه‌اش رو عوض بکنید و میبینید که اینجا با تغییر زاویه‌ای که توی این قسمت اعمال میکنید، توی این تنظیمات جلوتر هم که اینجا هستش زاویه قلمتون تغییر میکنه. از مدل براش های آماده‌ای که اینجا براتون در اختیارتون گذاشته استفاده بکنید. حتی میتونید برید از سایت های مختلف براش دانلود بکنید و کلا از قبیل این تنظیمات. گزینه بعدی هم که روش کلیک بکنید تنظیمات کاملتری در رابطه با گزینه براش براتون باز میکنه که این هم در رابطه با این موضوع یه ویدیو اختصاصی در رابطه با همین براش ها براتون ضبط میکنم، در اختیارتون میذارم. گزینه بعدی هم گزینه بلند مود ها هستش که باید ازش شناخت کافی داشته باشید و همونطور که گفتم یه ویدیو اختصاصی در رابطه با همین موضوع هم ضبط میکنم. بعد از اون گزینه اپاسیتی رو داریم که شفافیت قلمتون میگه به چه شکل باشه. و البته من یه نکته در رابطه با تفاوت گزینه فلو و اپاسیتی بهتون بدم. خیلی از دوستان همیشه این سوال براشون هست که خب این دو تا گزینه اصلا چه فرقی با هم دارن. اگه به صورت کلی بخوام بهتون توضیح بدم، تفاوتش برمیگرده به این که شما وقتی چپ کلیک ماوستون رو نگه می‌دارید به چه شکل عمل بکنه. حالا اینجا با یه مثال بهتر بهتون توضیح میدم. ببینید اینجا اپاسیتی و فلو رو 100. من یه خط میکشم. مسلماً چیزی که من تحویل میده یه چیز درست و عادیه که همیشه رو 100. میام اپاسیتی رو میذارم روی عدد مثلا 9 حالا شد 11. کلیک چپ ماوسم رو نگه می‌دارم، میام یه چی میکشم. ببینید هنوز ول نکردم کلیک چپ ماوس رو و همون مسیری که کشیدم دوباره برمیگردم. تا اینجا چیز سختی نبود دیگه، همه چیز کاملا روشن و واضحه. حالا اپاسیتی میارم میذارم رو 100%، فلو رو میارم میذارم روی 17 یا حتی کمتر 9% اصلا. کلیک چپ ماوس رو نگه می‌دارم و همون شکل رو میکشم. البته اینجا متاسفانه به خاطر اینکه اسپیسینگ براش من زیاد هستش به صورت دایره فاصله از هم گذاشته. حالا من بعداً بهتون میگم که این اصلا چی هست. فعلا از اصل موضوع خارج نشیم. ببینید کلیک چپ ماوس من هنوز نگه داشتم. اگه همین مسیری که من کشیدم و دوباره برگردم به نقطه اولم، گرفتین چی شد؟ یعنی من چندین بار دوباره این مسیر رو میرم و میام. همونطور که میبینید تأثیر براش من رو حالت 9% قرار داره و با هی عبور کردن از روی اون خطی قبلا کشیدم پشت سر هم هی 9% به اون رنگ من اضافه میکنه تا در نهایت به اون اپاسیتی که اینجا عدد 100% هستش برسه. و این موضوع هم تنها با نگه داشتن کلیک چپ ماوس امکان پذیره. فرض مثال من با گزینه اپاسیتی هم چنین کاری رو میتونم بکنم، تنها در صورتی که وقتی یه بار شکل مورد نظرم رو کشیدم کلیک چپ ماوس رو ول کنم و دوباره فشار بدم و دوباره هم مسیری که کشیدم و برگردم. البته ممکنه اینجا این سوال براتون پیش بیاد که خب چه کاری اصلا اینجا دو تا گزینه وجود داره، اما حتما تو تمرینات آینده بهتون توضیح میدم که واقعا چرا این دو تا گزینه وجود داره. بریم سراغ تنظیم بعدی. تنظیم اسموثینگ هستش. بهتون میگه که خطی که میکشید چقدر نرم باشه. البته اینجا اصطلاح نرم به این صورتی که فرض کنید دست شما خیلی میلرزه و خطی که ممکنه بکشید خیلی حالت کجاگله داشته باشه. این گزینه سعی میکنه مسیر مابین خطوطی که شما دارید میکشید و به صورت یه خط منحنی نرم براتون در بیاره. گزینه بعدیش هم که چرخ دنده هست، تنظیمات مربوط به همون اسموثینگ میشه که خودتون میتونید برید باش کار کنید ببینید چه تفاوتی در نحوه نرم کردن مسیری که میکشید به وجود میاره. تنظیمات بعدی هم که همون اول بهتون توضیح دادم مثلا چی هست و در نهایت آخرین تنظیمات قرینگی هست. شما با استفاده از این ابزار میتونید یه خطکش قرینه بذارید و هر چی که در یک سمت از کات طراحی میکنید اون سمت قرینه‌شو بهتون تحویل بده.
بریم سراغ ابزار بعدیمون، ابزار کلون استامپ تول. البته ممکن الان این سوال براتون پیش بیاد که ابزار اسپات هیلینگ براش تول پس چی شد؟ نگران نباشید، به اونم میپردازیم. ابزار کلون استامپ تول ابزاری واسه کپی کردن قسمت‌هایی از عکس هستش که بیشتر در زمینه روتوش پوست و مو استفاده میشه. همونطور هم که گفتم کارش کپی کردنه. تنظیمات مربوط به این ابزار هم همونطور که میبینید دیگه الان کاملا آشناه براتون. یه تنظیمات براشی داره، یه قسمت از تنظیماتش هم مثل تنظیمات ابزار آیدراپر تول هست و به غیر از اونم یه گزینه مربوط به تنظیمات خود ابزار کلون استامپ تول. البته من یکم در رابطه با کاربرد این ابزارم بهتون بگم. ببینید شما وقتی میخواید با این ابزار کار بکنید، اول از همه اگر رو هر جا بخواید کلیک بکنید با این ارور مواجه میشید که بهتون میگه شما قسمتی از عکس که بخواید عمل کلون یا همون کپی کردن رو بخواید انجام بدید برای نرم افزار تعریف نکردید. در انتهای اون ارور داخل پرانتز هم بهتون نحوه تعریف کردنش رو توضیح داده که حالا من بهتون توضیح میدم. نحوه استفادهش به این صورته که البته بذارید من یه مقدار اندازه براشمو بزرگتر کنم. به این صورته که شما از جایی که میخواید کپی بکنید دکمه آلت رو نگه دارید و روی اون قسمت یه چپ کلیک بکنید. شما الان اون تعریف لازم رو به نرم افزار دادید. به عنوان مثال من میگم میخوام این لوگو رو از داخل این عکس پاک بکنم. نسبت به اون تعریفی که به نرم افزار دادم میام اینجا رو با ابزار کلون استامپ تول براش میکنم و الان مثلا بدون اینکه کسی شک بکنه من اون لوگو رو به طرز تمیزی حذف کردم. پس کار با این ابزار رو فهمیدید چی هست. تو تنظیمات مربوط به همین بخش هم که روی این گزینه کلیک بکنید میبینید که یه پنجره کلون سورس توی نوار باریک سمت راست نرم افزارتون باز میشه که تنظیمات مربوط به ابزار کلون استامپ تول در اختیارتون میذاره. و این نکته رو من بهتون بگم که شما در استفاده از این ابزار هیچ محدودیتی ندارید و میتونید حتی همزمان از عکس دیگه‌ای اون کلونی که مد نظر دارید رو به نرم افزار تعریف کنید و تو عکس مورد نظرتون ازش استفاده کنید. به این صورت تنظیمات مربوط به مقیاسش رو میبینید، نحوه جایگذاریش رو میبینید، زاویه‌اش رو میبینید و کلا چیزای مربوط به اون. بقیه تنظیمات هم که اکثرشون بهتون توضیح میدم تا میرسیم به این گزینه الاین. تنظیم الاین چیکار میکنه؟ ببینید من میام از روی چشم این دختر نقطه کلونم رو واسه نرم افزار تعریف کنم. فرض مثال میام یه جای اونو کنارش بکشم، یه قسمتی رو میکشم و کلیک چپ ماوس رو ول میکنم. حالا اگه بخوام دوباره ادامه کارو بکشم دوباره بر نمیگرده به اون قسمتی که من از چشم دختر برای نرم افزار تعریف کردم. در واقع ادامه کار خودشو برای من به نمایش میذاره. یعنی میبینید من ماوس رو وقتی میبرم پایینتر دیگه دوباره از چشم شروع نمیکنه بکشیدن، از قسمت دست اون دختر برای من شروع میکنه بکشیدن کلون. و مسلما اگه تیکه این گزینه رو بردارید و از قسمت چشم اون دختر شروع کنید بکشیدن و کلیک چپ ماوس رو رها بکنید و مجددا شروع کنید بکشیدن، میبینید که دوباره از قسمت چشم اون دختر شروع میکنه بکشیدن و نه ادامه بخش‌های اون قسمت که قبلا کشیده شده. ابزار بعدی اون ابزار پترن استامپ تول هستش که تنها تفاوتش در اون منبعیه که واسه نرم افزار تعریف میکنید که چی بکشه. تو ابزار کلون استامپ تول شما به نرم افزار تعریف میکردید که از قسمتی از عکس شروع کنه به کشیدن، اما تو پترن استامپ تول شما نمونه‌های پترن آماده خود نرم افزار رو در عکستون استفاده میکنید. همونطور هم که میبینید تنظیمات آنچنان خاص و متفاوتی وجود نداره که من بخوام مجددا توضیح بدم. حالا با مجموعه این توضیحات میریم سراغ ابزار اسپات هیلینگ براش تول. ابزار اسپات هیلینگ براش تول یه جورایی مثل ابزار کلون استامپ تول عمل میکنه. تنظیماتش تنها تو قسمت همونطور که میبینید تایپ هستش که این مقدار متفاوت هست. این ابزار در واقع به صورت خودکار و یا به صورت دستی قسمت‌های از عکس رو که می‌خواید ترمیم کنید رو باهاش انجام بدین. یه مقدار از ابزار کلون استامپ تول بهتر عمل میکنه، اما این نکته جوری نباشه که باز هم متکی به این ابزار بشین و کلاً ابزار کلون استامپ تول رو فراموش بکنیم، مخصوصا در مبحث روتوش پوست و مو. تو این قسمت میتونید با سایز براشتون رو عوض بکنید. البته من یه نکته هم بهتون بگم، رو هر جای از عکس نه اگه راست کلیک بکنید این تنظیمات دوباره در اختیار شما قرار میگیره. به غیر از اون تنظیمات بلند مود رو میبینید و جلوتر هم گزینه تایپ رو میبینید که مربوط به همین تنظیمات اسپات هیلینگ براش تول هست که تفاوت‌های هر کدوم از گزینه‌ها رو در پروژه بعدی حتما بهتون میگم. اما به عنوان مثال اگه رو گزینه کانتنت دور باشه، من به طور مثال میام این لوگوی خودم رو حذف کنم و وقتی روش براش میکشم چند لحظه صبر میکنم و میبینید که سعی کرده با بهترین نتیجه ممکن اون لوگو رو از اونجا حذف کنه.
بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار بعدی هیلینگ براش تول هستش که از لحاظ کاربردی خیلی شبیه ابزار کلون استامپ تول هست و تنها تفاوت در نتیجه کار هستش که یه مقدار از ابزار کلون استامپ تول بهتر عمل میکنه. نحوه کارش هم شبیه ابزار کلون استامپ تول هست، یعنی شما اول باید یه قسمتی از عکس رو برای نرم افزار تعریف کنید که میخواید ازش کلون بگیرید. همونطور که میبینید اگه جایی براش تعریف نکرده باشید حتما این ارور براتون ظاهر میشه. اول از قسمتی که میخواید آلت رو نگه میدارید، روش کلیک میکنید و بعد شروع میکنید به هیلینگ براش کردن اون قسمت مورد نظری که از عکس میخواید. تنظیمات مربوط به این قسمت هم که همونطور میبینید دقیقاً عین ابزار کلون استامپ تول هست و فکر نکنم دیگه نیازی به توضیح مجدد باشه. اما فقط یه گزینه یوز لگاسی ما اونجا مشاهده میکنیم که این گزینه برمیگرده به حالت میراث خود نرم افزاری فتوشاپ که یه سری حالت‌های بلند مود توش داره که تو تمرین‌های بعدی حتما بهتر این گزینه رو بهتون توضیح بدم که اصلا چی هست، که تنها فقط هم توی این ابزار نیستش. خلاصه من اینطور بهتون بگم که برای معرفی بهتر هر کدوم از ابزارات تو تمرین مورد نظر خودش حتما بهتر بهتون معرفی میکنم، چون الان متوجه شدم هر کدوم از ابزارات و تنظیماتش که میخوام بهتون معرفی بکنم هی بهتون میگم که تو تمرینات آینده حتما این ابزار بهتر بهتون توضیح میدم، که واقعا هم همینطور هست. هر کدوم از ابزارات در جای مناسبش باید بهتون معرفی بکنم که تنها با یه ویدیو دو ویدیو نمیشه به طور کامل هر ابزاری بهتون معرفی بکنم. توی این چند تا ویدیو سعی کردم که تا حد امکان به صورت کامل اما مختصر بهتون توضیح بدم. اما حالا از بحث اصلی خارج نشیم و بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار بعدی ابزار پچ تول هست که بازم کار هیلینگ یا ترمیم تصویرتون رو انجام میده. از لحاظ نتیجه کاری هیچ فرقی با ابزار اسپات هیلینگ براش یا هیلینگ براش نداره و تنها در نحوه کار با ابزاری که تفاوت داره. به طور مثال من باز بیام همین لوگوی خودم رو مثال بزنم. من میخوام این لوگو رو حذف کنم. مثل ابزار لسو میام دورش رو دوربری میکنم. بعد اینکه دوربری شما انجام شد فقط از شما میخواد که اون قسمت رو حرکتش بدید. و حالا من مثلا سری میگم که این قسمت مثلا خیلی هماهنگ‌تر با اون قسمتی که بخوام لوگوی خودم رو حذف کنم و نتیجه رو میبینید. خیلی هم سعی کرده به صورت تمیز و دقیق انجام بده. از این ابزار رد شیم بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار کانتنت اور موو تول هست. با استفاده از این ابزار میتونید قسمتی از عکستون رو که میخواید توی تصویرتون جابجا بکنید و انجام بدید بدون اینکه سعی کنه آسیبی به عکستون برسونه. به عنوان مثال من اگه باز دوباره لوگوی خودم بخوام مثال بزنم، دوباره مثل حالت ابزار لسو میام دور لوگومو دوربری میکنم و میام میگم که من میخوام این لوگو رو از این قسمت به این قسمت حرکت بدم. وقتی رو گزینه تایید کلیک میکنم نرم افزار سعی میکنه بهترین نتیجه رو به من ارائه بده که البته الان همونجور که میبینید زیاد قابل قبول نیست. پس با این دو تا ابزار پچ تول و کانتنت اور تول هم آشنا شدیم. بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار رد آی تول رو داریم. در مواقعی که شما عکس میندازید و نور فلاشتون روشنه و بعد از عکس گرفتن میبینید که چشمای سوژه‌تون یه مقدار رنگش به سمت قرمزی رفته. البته تو عکاسی از گربه ها معمولا رنگش به سمت زرد و سبز یا آبی میره. به هر حال با استفاده از این ابزار شما میتونید اون رنگی که داخل چشم سوژه‌تون افتاده رو حذف کنید و به حالت اولش برگردونید. و البته توی این عکس چون چشمای سوژه ما اوکی هست دیگه نیازی به استفاده از این ابزار نیست. خب جا داره یه خسته نباشید بهتون بگم که تا به اینجای ویدیو رو تماشا کردید. به نظر من تا به همین جا کافیه. اما اگه علاقه‌مند به دیدن ادامه این ویدیو هستید حتما روی ویدیویی که بالا سمت راست براتون کارت زدم میتونید کلیک کنید و ادامه این ویدیو رو مشاهده بکنید. اما در غیر این صورت تا به همین جای ویدیو کافیه. مجددا بهتون خسته نباشید میگم که این ویدیو رو کامل تماشا کردید. حتما بعد از دیدن این ویدیو برید با خود نرم افزار تمرین بکنید، چرا که فقط با دیدن ویدیو چیزی به اون صورت یاد نمیگیرید و تنها با تمرین هستش که میتونید از نرم افزار مورد نظرتون نهایت استفاده رو ببرید. حتما رو گزینه سابسکرایب کلیک کنید، کنارش هم آیکون بل یا همون زنگوله رو بزنید تا براتون نوتیفیکیشن ارسال بشه تا از این ویدیو جدید منتشر شد اولین نفری باشید که ازش مطلع میشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد برام لایک کنید و اگر هم اسم ویدیو ظریفی بود برام دیسلایک بزنید. نظر انتقاد پیشنهادی هم تو قسمت کامنت حتما برام بنویسید، پاسخ میدم. منتظر ویدیوهای بعدی من باشید و بازم مثل همیشه واسه دلت کار کن.